برادران و خواهران روزدار، طعام سحری بخورید و اجر و ثواب بیشتری را به دست آورید، چون که در طعام خوردن سحری خیر و برکت نهفته است و وقت آن آخر شب و قبل از دمیدن صبح صادق است و حکم آن به اتفاق جمهور فقها و محدثین مستحب است نه واجب. بخاری و مسلم رحمهم الله از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت می کنند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: سحری بخورید، زیرا در خوردن سحری خیر و برکت نهفته است. و در روایت امام مسلم رحمه الله آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: خوردن سحری فرق بین روزه ما و روزه اهل کتاب است. بنابراین در سحری خوردن پیروی به سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و مخالفت با اهل کتاب وجود دارد. و از جمله فضائل دیگری طعام سحری سلام و درود فرستادن خداوند و فرشتگان است بر کسانی که سحری میخورند. امام احمد رحمه الله در مسند خود از حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: در طعام سحری خیر و برکت نهفته است، پس آن را ترک نکنید، اگرچه با نوشیدن یک پیاله آب هم که باشد، زیرا الله متعال و فرشتگانش بر شخصی که سحری میخورد درود و سلام میفرستند. أحب الرسول به أقتدي حياتي هناء مع السنة. أحب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة. أتانا بهادي